درود دوستان، اکنون برنامه میآموزیم را از شهر کانیبادام منظوری شما میگردانیم و چه خیلی درک کردید دیدید. ما امروز میخواهیم گهواره سازی را آموزیم. آمدیم به خاندان اکرموف ها. نشستیم روبروی استا کامل جان اکرموف و وقتی که به این خاندان وارد شدیم به حولی دیدیم که یکی با گهواره سازی مشغول است، دیگری با رنگ و بارش و سومی باشد با دوزندگی یعنی دوختن رویکش های گهواره. خیلی شاد گردیدیم. واقعا ما دریافت نمودیم خاندان هنرمند را. و طولی چند سال است که شما با این هنر مشغول هستید؟ من از سن 14 سالگی به همین گهواره سازی مشغولم. تا همین چاقه گهواره میسازم. از کیا مختلف خدر؟ از پدرم آموختم. پدرتان گهواره ساز بودن؟ گهواره ساز بودن. اون کس از کیا آموختن؟ از بابام یاد گرفتگی. یعنی این هنر میراثی است؟ میراثی ما. خیلی خوب. و وقتی که ما وارد شدیم به حوالیتان دیدیم که همسر شما با دختن این گونه رویکش ها و عموما تجهیزات همین گهواره مشغول هستند. این کس بعد اویله دار شویتان یعنی اویله برپا کردنتان این هنر را آموختن یا که اول آموخته بودن؟ نه بعد آموختن. بهترین و حتی به فرزندان خود هم آموزانیده اید این هنر را. رنگ و بارش را کلینتان میکنند و پسرتان باشد و شما کمک می نمایند. از کدام چوب استفاده میکنید؟ از چوب اوروس. این معنی آن را دارد که سفیداری روسی. بیلای بریازه میگویند. از هوای؟ بهترین. برای چه عیناً از همین چوب؟ چون این گونه چوب خیلی کم یافت است در تاجیکستان شاید. در ما از تخت اسکولاتو میگیریم همین خیلی مینش قصدانش بید میشد. یعنی که باید قطع شود. برای این تخته بید موافق است. و در کدام موسم بیشتر شما آماده میکنید گهواره رو؟ در فصل زمستان، تیر ماه یا تابستان یا بهار؟ با ما فرق نداره. در 4 فصل شما با گهواره سازی مشغولید. در برابر گهواره سازی باز کدام اسباب را تیار میکنید؟ گهواره چه، اراوچه، استال، هم تخته میگوییم. یعنی میز. همه خیلی چیزها رو میسازیم. جو و نامپر. چون من امروز نوکار هستم و یک روز شاگرد میستم نزد استا و باور دارم که این هنر را آموخته میتوانم کمی باشد هم. میرویم؟ به استاخانه میرویم. در اینجا ما یک چند تا اسباب را میبینیم، یعنی این همش برای بریدن چوب کاربست میشود. بله؟ بله. خب اینش برای چی؟ ویش برای چی؟ اینش برای رنده کردن، هم اره کردن با. یعنی ویش کرمه میتراشد. یعنی چوبی ویا گهواره رو چوبی اساسی گهواره رو چوبی که در بالاش میگذاریم. فهمم. یعنی گل میمونن در آنجا. خیلی که می همواری است. فیگوره میکنه. یعنی شکل میده. و کار از چی شروع میکنه؟ از دستی گهواره سر میکنیم. یعنی که میبریم جدا میکنیم. خب دوستان عزیز باید قید نماییم که الکی ما سر و لباس کاری را به بر نمودیم و شروع میکنیم. بیاید همین روز من بیشتر کار کنم و در عموم در جنبه است توانم که آموزم. اندازه اش را الکی معین کرده اید؟ 1 متر. استا برای این خیلی انیق و دقیق چین کردن شاید برای که مثل شما نفرانی که الکی طول چندها سال با سر و کار دارند با این هنر مهم نباشد، لیکن برای نوکران حتما مهم است. زیرا گفتن 100 بار چین کن 1 بار بر. خب برم شروع کنم به کار. و منو جدا کردیم. اکنون چی کار میکنیم؟ بره حال میمونیم. اندازه میگیریم؟ اندازه میگیریم. چه خیلی کرده؟ و ما چینک لازم است چطور؟ نه چین میکنیم، این طرفش چین میکنیم. چند باید باشد؟ چقدری؟ 7.5 میمونیم. 7.5. این گونه چوب ها را شما از اول هم خیلی تقسیم بندی میکنید یا که همین گونه خریده اید؟ این خریدگی نه. یعنی به اندازه ضروریش مالکای خریده اید تیارش را. این خیلی کار آسان تر است. خب نه اندازه گیری کردیم.
دوام کار گفتید مرکزش رو می‌یابیم؟ مرکزش رو می‌یابیم. مرکزش رو یافتیم؟ یافتیم که میخواد کشی می‌کنیم. سوراخ می‌کنیم. چند تا زدن لازم؟ زنی زخت زنی. شو. کفایت؟ شو نه. شو این سنترش قطع شو. از اینجا هم؟ کفایت؟ این سنابو وای می‌کنیم. راز می‌کنیم. استا گفتید در 14 سالگی این هنر رو آموختید از پدری خود. یعنی تقریبا سالهای چند بود؟ 76 بود سیاده. این اسباب‌ها از قدیم با شماست یا عوض کرده؟ دم ساختگی. دادم پیش دستکی می‌ترافتم. این خود ساخت است. خودم. عجیب. کارتون را آسان کرده هستن؟ به مرکزش میگذارین؟ به مرکزش میگذاریم. سناکا دار میگرونه. کروش ساسا می پاکتیس کنکتی زده. تونیس می دیگر سناک پاکتی. اسبابو کتی میتراشین. وقتی گرد گشتن همه این اجرا میشود. فهمو. من میتونم در اینجا به شما کمک کنم؟ نمیتونید. نمیتونم. پس با نظر کردن کوشش میکنم آموزم. مثلا نیستی چند شده باید میشی. از اینجا الان پیستی؟ یومبا. چند میکنه آدم بکسم. با کدام اسباب‌ها گل میمونیم استاد؟ نه. با مینی اسباب. اسکنه. اسکنه وای. سونی نووا اسکنه. نووا یعنی نیم مداوره. خب. با هر دوش وای می‌کنیم. گل میمونه. گل میمونه. بازی راز میرم مونده خط بشه اما. اونه اسکارده میگیریم. با آب تر کردیم؟ و سر میکنیم. پاکان کنیم. این اندازه وقتی که ما گهواره رو میجمونیم واقعا قلعه است. شما از کجا فهمیدید عیناً همین اندازه به دستان آدم قلعه است؟ همین خیلی گل موندن. برای آنکه دستش غلط نشود دستش غلط شدن دو گیرزی مینموده ما یک تا رالمر میگیریم یا 8 تا میگیریم اون 8 تا میگیریم یک تا رالمر میگیریم آماده میکنیم. و اون شکل‌ها از روی فانتزیا یعنی تخیلات شماست؟ شکر میکنیم. لالا شکل میکنیم. پیشتر همین کار را شما با دستانتون به انجام میرسونید. دشوار بودن؟ دشوار بود. وقت زیاد رو میگیرید. آیسته باید روم یکی تستر
واقعا یک دسته خیلی زیبا و برای قپیدن برای داشتن قلای از همه اساس. خب این تیار است. تیار و میگذاریم برای آماده کردن دیگر قسمت. و تنها مونده است قسمتی بین، بله؟ تخته های بین. استخوانه شما در حولیتان است. ساعت کاریتان از چند شروع می شود؟ ساعت 7 8 و نیم. بر وقت سر میکنید یعنی کارتان؟ 8 و نیم سر میکنیم، هوا گرم نشده وای کنیم و تمام میکنیم. دم میگیریم، دیگه با سر میکنیم. نخستین گهواره که فروختید در یادتان هست؟ هست. چه بود احساسات؟ نه فروشیدگر با پولش نهارسته با فروختن میگیرید دیوار کردن میگه ساختن میگیرید با کار میکنید؟ کار میکنید. همین خیلی؟ باید جفت باشد؟ در برابر آنه که من هم زمان گهواره را رنگ داده بودم بسیار خوشحال شدم که امروز در ساختن گهواره نیز اشتراک دارم و آموخته ایستادم. با همین تمام گهواره تیار؟ از شما ساختن بود، از من الله گفته نشمانده است. خب تشکر دوستان، این بود برنامه میآموزیم در بابت هنری گهواره سازی. باور داریم که بعد از تماشای این برنامه در دل شما نسبت به هنری گهواره سازی که بسیار یک هنری والاست محبت افتاد، عشق افتاد و برایتان حتما که پسند آمد. خیر سلامت باشید. تشکر به شما که این هنر را آموزانیدید.